سلام. چند روز پیش من این پیام از یکی از بچه‌ها گرفتم و همونطور که می‌بینی یه نفر از گروه‌های مصاحبه فرهنگیانی که پارسال من برای تمرین مصاحبه فرهنگیان توش عضو بودم و اونجا تمرین می‌کردیم به من پیام داد و ازم خواست که نظرمو در مورد حالا اون مجموعه و پکیج خاص بدم و بعد حالا یه سری سوالات در مورد کلا مصاحبه از من پرسید. از اونجایی که من خودم پارسال توی مصاحبه فرهنگیان تراز خوبی رو گرفتم، با خودم گفتم یه ویدیو درست کنم در مورد اینکه تجربیات خودم رو به بچه‌های بیشتری انتقال بدم و سر اینکه این اولین ویدیو یوتیوب منه خیلی وسواس به خرج ندم. میخوام قبل از همه چی به یک موضوع خیلی مهم اشاره کنم توی بحث مصاحبه فرهنگیان. همونطور که احتمالا خودتونم خبر دارید، مصاحبه فرهنگیان از 2 قسمت تشکیل شده. یه قسمتش مربوط به بحث‌های روانشناسی و اینکه شما مثلا فن بیانی خوبی داشته باشید، بتونید توی بحث‌های گروهی خوب شرکت کنید و خب همه اینا به تمرین و تکرار نیاز داره. همونطور که همین الان من برای گرفتن این ویدیو، چون این اولین تجربه منم هست، وسطا خب من کات میکنم، سعی میکنم که جملاتی که میخوام بگم رو یکم با خودم تمرین کنم و بعد اون رو به شما بگم. مصاحبه فرهنگیان هم یک همچین حالتی به همچین فضایی داره که شما باید بشینید با خودتون فکر کنید به اینکه احتمالاً قراره با چه سوال‌ها و با چه فضایی روبرو بشید. اعتماد به نفس قطعاً مهمه و لازمه اینه که شما یک مصاحبه خوب داشته باشید، ولی خب باید قبلش تمرین کنید و اونجا با اون اعتماد به نفسی که از قبل و با تمرین و تکرار برای خودتون به دست آوردید بتونید که عملکرد خوبی داشته باشید. خود من پارسال وقتی که نتایج اولیه اومد و دعوت به مصاحبه شدم، خیلی از کانال‌های کنکوری و چنل‌های مشاورای کنکور رو می‌دیدم که کلاً پکیج‌های رنگ و مختلفی در مورد آمادگی برای مصاحبه فرهنگیان ارائه میدادن و حقیقتاً خود من خیلی سردرگم می‌شدم که از کدومش استفاده کنم و اینجوری هم بود که سراغ هر کدومم که میرفتم با خودم به این فکر می‌کردم که نکنه مثلا فلان پکیج دیگه یه چیز خیلی بهتر داشته باشه و من اگه اونو مثلا استفاده نکنم قراره که خیلی آماده نباشم و اون آمادگی لازم رو نداشته باشم و ممکنه این افکار سراغ شما اومده باشه. ولی خب اول از همه اینو میخوام بهتون بگم که واقعا شاید بیشتر از 80-90% مطالب این پکیج‌ها و چیزای مختلفی که از سمت منابع مختلف ارائه میشه یکیه، چون شما یک روند نسبتا مشابه و مشترکی رو توی مصاحبه فرهنگیان توی همه استان‌ها و تقریبا شهرهای ایران تجربه می‌کنید. حالا یه سری جزئیات خیلی کوچیکی هستش که اونا رو نمیشه از قبل کامل پیش بینی کرد. مثلا موضوع اون بحث گروهی شما میتونه از قبل یکم پیش بینی بشه از بابت اینکه مثلا آخرین مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که کشور باش درگیره چیه و ممکنه در این موارد باشه. ولی خب نباید خیلی دیگه وسواس به خرج بدید و نگرانی و اضطراب برای خودتون ایجاد کنید که من از کدوم منبع استفاده کنم و توی یک سیکل معیوب بیفتید و اون زمان محدودی هم که تا مصاحبه فرهنگیان دارید رو از دست بدید. همونطور که توی اولای ویدیو هم بهش اشاره کردم، احتمالا خودتونم از روند مصاحبه فرهنگیان اطلاع دارید، ولی من یه توضیحات کلی دیگه از تجربه‌ای که داشتم و حالا روند این مصاحبه برای کسایی که شاید هیچ پیش زمینه در موردش ندارم میگم. امیدوارم که براتون مفید واقع بشه. مصاحبه فرهنگیان از 2 بخش تخصصی و عقیدتی که گزینش هم بهش میگن تشکیل شده. بخش تخصصیش هم خودش از 3 قسمت تشکیل شده که یک قسمتش که آزمون رایانه‌ای هستش واقعا خیلی کار سختی نداره و خیلی به آمادگی آنچنان زیادی نیاز نداره. این آزمون عمدتاً از سوالای روانشناسی تشکیل شده و بیشتر میخوان ویژگی‌های شخصیتی شما رو بسنجن و ببینن که مثلا شما انسان صبوری هستید که خب برای دبیر شدن، برای معلم شدن و عبور از این مصاحبه طبیعتاً میدونید که شما باید یک فرد صبور باشید برای اینکه با دانش آموزا سر و کار داشته باشید، یا مثلا اینکه آیا زود عصبی میشید و هر ویژگی شخصیتی و روانشناختی که برای یک معلم خوب شدن لازمه. تو این آزمون باید حواستون به این باشه که شما با یک سری از سوالات چند گزینه‌ای روبرو هستید و یک زمان محدودی دارید که کنترل کردن زمانتون و اینکه بتونید به همه سوال‌ها جواب بدید مهمه. سعی کنید سوالات رو صادقانه جواب بدید، ولی حالا یک سری ویژگی‌هایی که از نظر خودتون هم برای معلم شدن لازمه رو حالا حتی اگر ندارید هم سعی کنید اینجا جواب بدید و بعداً اون ویژگی‌ها رو توی خودتون ایجاد کنید. قسمت دومی که توی مصاحبه تخصصی فرهنگیان وجود داره بحث گروهیه که شما همونطور که گفتم میتونید با استفاده از پکیج ها که از یه دونش استفاده کنید هم کفایت میکنه
و این تمرین و تکرار شما و آمادگی شما قبل از این مصاحبه و این مرحله است که میتونه خیلی موثر باشه. اینکه بدونید کجا باید صحبت کنید، کجا باید سکوت کنید، کجا باید چجوری صحبت کنید و همه اینها چیزایی هستن که مهمن و شما باید آرامشتون رو حفظ کنید و دقت داشته باشید که اونجا حداقل احتمالاً توی 2 گوشه از اتاق 2 نفر داور هستن که تک به تک اعمال شما رو زیر نظر دارن و اونا رو یادداشت میکنن. پس توی این مرحله حفظ آرامشتون واقعا مهمه. اینکه پنیک نکنید، هول نکنید نسبت به اینکه چی بگید، کی بگید و اینا. صرفا یک آمادگی ذهنی از قبل داشته باشید و اینکه میگم اون اعتماد به نفسی که لازمه و کمکتون میکنه رو هم داشته باشید و اینجا به کار بگیرید. و آخرین قسمتی که توی مصاحبه تخصصی فرهنگیان وجود داره که اینجا شما باید براش آماده باشید اینه که حتما حواستون به زمان باشه، چون یک زمان خیلی خیلی محدودی بهتون میدن، یک متنی رو جلوتون قرار میدن و یک موضوعی رو مطرح میکنن و از اون موضوع از شما در حد 1 صفحه خلاصه میخوان، جمع‌بندی میخوان، نتیجه گیری میخوان و اینکه شما در نهایت باید طبق اون چیزایی که نوشتین و تصمیمی که گرفتین در رابطه با اون موضوعی که برای شما در نظر گرفته شده نظرتون رو بگید و ارائه بدید. بخش دوم مصاحبه فرهنگیان مصاحبه عقیدتی یا همون گزینش هستش که شما همونطور که از اسمش هم مشخصه با یک سری از سوالات عقیدتی روبرو هستید و اینکه باید برای این مصاحبه هم از قبل آماده باشید. یک سری سوالات هستن که رایجن، مثلا از شما در مورد آخرین بیانات رهبری میپرسن و حتما باید اینا رو حواستون بهش باشه. در مورد احکام میپرسن، در مورد نماز، روزه، دعاهای مختلف و یک چیزی که برای شخص من یکم عجیب و شوکه کننده بود این که از من یک آیه‌ای از قرآن رو پرسیدن و معنیش رو هم خواستن و خب این یه چیزی که شما طبیعتا نمیتونید براش آمادگی خیلی خاصی داشته باشید، ولی اینو باید حواستون بهش باشه که معمولاً از سوره های اول یا آخر، مثلا از جزء اول یا جزء 30 میپرسن، سوره ها و کلا آیه هایی که حتی معروف هستن به نسبت و شما ممکنه حتی توی عربی دبیرستان هم با این آیه ها سر و کار داشته باشین و معنی اونا رو از قبل شنیده باشین. و برای شخص من هم این اتفاق افتاد، یعنی با اینکه یه لحظه خیلی ترسیدم ولی اون آیه که ازم پرسیدن یک آیه بود که اون اصطلاحات و کلماتی که عربی بودن من از قبل شنیده بودم و تونستم که از پسش بر بیام. حالا خیلی هم ترجمه دقیق رو از شما انتظار ندارن ولی خب حالا اینکه مطلب رو برسونید کافیه. همونطور که اول ویدیو هم دیدید اون دوست عزیزی که به من پیام دادن و باعث شدن که این ویدیو رو هم بگیرم از من تراز مصاحبه فرهنگیانم هم پرسیدن و خب تراز من 11200 شد. اینو میخوام بهتون بگم که این تراز توی مدت 1 هفته به دست اومد و اگر تایم کمی دارید بعد از دیدن این ویدیو، اگر حتی چند روز وقت دارید که خودتون رو برای این مصاحبه آماده کنید، اصلا نگران نباشید و خیلی وسواس به خرج ندین و به تلاشتون اطمینان داشته باشید. هر سوالی که دارید میتونید توی کامنت از من بپرسید، حتما جواب میدم و من همه فایل هایی که از نظرم برای هر 2 تا قسمت مصاحبه لازمه رو توی کانال تلگراممون قرار میدم و لینک کانال رو این پایین براتون میذارم، اونجا هم داشته باشید، از مباحث استفاده کنید. در نهایت آرزوی موفقیت دارم برای همتون و امیدوارم که به تک تک هدفاتون برسید. ممنون که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردید. اگر ویدیو رو دوست داشتید با لایک و سابسکرایبتون منو خیلی خوشحال میکنید. دیگه چند بار بگم این سلامو. سلام. چند وقت پیش چی بگم؟ فارسی متون رو وسطه. همونطور که تا اولای ویدیو هم Don't give up. همونطور که توی اوله ویدیو هم حس کردم یکی اومد، ببخشید.